من این پناهگاه ساختم و یه سری آدم که کاملا هم غریبن قراره سعی کنن تو 100 روز آینده داخلش زندگی کنن. چشمندتون رو باز کنید. هوگو ایشون رینه. ایشون هوگو. این اولین باره که این دو نفر هم دیگه رو میبینن و اینجا پناهگاه هسته‌ایه که قراره تو این مدت خونه‌شون باشه. هر چیزی که برای 100 روز آینده نیاز داشته باشین تو این پناهگاه وجود داره. عجب. حتی میتونین سبزیجات هم بکارید. لطفاً دنبال من بیاین. اتاق خوابا این طرفه. همه اینا 40 فوت زیر زمینه. خدای من. این بالا یه تخته و این بالا یه تخت دیگه هست و مهمتر از همه $500,000 که اینجا قرار دادیم. سالینا واقعیه؟ که باشه. اگه هر دوتون بتونین 100 روز اینجا بمونین اینا مال شما میشه، اما اگه یکیتون هم انصراف بده هر دوتون میبازید. عمرم بذارم از اینجا بری. 100 روز دیگه میتونین $1,000,000 برنده بشین. پول خیلی زیادیه. خب بریم ببینیم میتونن 100 روز دووم بیارن یا نه. باورم نمیشه. 1000 روزم باید عجیبه نه؟ انگار اینجا خونه جدیدمونه. دقیقاً. و تو هم خونه جدیدم.